این تصاویری که دارید تماشا میکنید واقعا دردناکه. یادتون هست که مدتی قبل اعلام شد که فرش‌های تاریخی موزه ملی ایران به سرقت رفته. مشخص شده که فرش مطلا و گل سرسبد فرش‌های فوق نفیس گمشده کاخهای ایران به عنوان پیشکش به پوتین اهدا شده. در پی افشاگری خبرنگار روس از اهدای این اثر منحصر به فرد جهانی که کارشناسا اونو غیر قابل قیمتگذاری اعلام کرده بودن، بالاخره مشخص شد که چه بلایی سر این آثار اومده و دیگه نباید به پیدا شدنشون امیدی داشته باشیم. این فرش به همراه 20 تا فرش و تافته دیگه به دستور رضاشاه تحویل موزه ملی ایران شده و قرار بود در شرایط خاصی از اونها به عنوان میراث جهانی منحصر به فرد بشریت نگهداری بشه که چند سال پیش یهو گم شد. حالا مشخص شده که بهترین این فرش‌ها توسط ابراهیم رئیسی پیشکش پوتین شده و فیلمش هم لو رفته. متاسفانه این فرشی که توسط ابلهان داره به زور داخل صندوق فشرده میشه 50 سال پیش غیر قابل قیمتگذاری اعلام شده بود. باید بگم که پوتین قدر این نعمت الهی اهدایی به روسیه رو خیلی خوب درک کرده و در حال حاضر به صورت تحت خلأ هوا در باکس کاملا ضد عفونی شده و ضد باکتریایی برای آیندگان روسیه به عنوان یک اثر روس در موزه خودشون نگهداری میکنن.